قراره با هم 100 ماکیاج رو بگذرونیم و یه عالمه ویلیج اونجا مانکرافت شروعه. مانکرافت راستی مانکرافت هاردکور بازی میکنیم. شو ویلیج خیلی لگم. برو اینجا سلام به اگر افغانی مظلوم گرفته علی گلاب. بابا چقدر لگم من. بذار من تنظیم بزنم. درست کردم. وای هنوزم لگم. نمیخوام از این چوب مزخرف رو بزنم. بدم یاد از این چوبا. ای بابا دیدید اینقدر لگم که باش گنده شو. آی گنده دوستم داری؟ کنده شو. باش خب کنده شد. خب سه دیگه. خب میایش خیلی لگم. بچه لطفا لایک و ساب کنید. خیلی دارم عذاب میکشم. خب کنده شد دیگه. من گفتیم دیگه خیلی لگم. آرد کردم پولم نداریم یه لپتاپ پیسی چیزی بگیریم. یه گوشی رو گیریم. با گوشی داریم بازی میکنیم. خدایا چقدر نمبر میدی. وای از همیشه از صفحه حذف شد. خب میکنیم اینجوری به بس شما بیا بریم. خب نه یه بلاک اسمیتی چیزی نداریم اینجا. بابا هارد کن خدا اینجا ویلیجی دیگه. خدا اینجا بعضی موقع آهن پیدا میشه. آهن پیدا نشد بجاش. ای خوبا کلنگ نساختم. مغزم از دست دادم. این سه تا از واجب ترین چیزایی که باید تو بازی داشته باشی. خب بابی برو خدا راستی ما رو کجا لانچر هم بازی نمی کنیم. رو کل لانچر بازی میکنیم. اگه میخوای آموزش آوردنشو بدم حتما لایک و ساب بکنید که بعد کامنتام بگید که من چیز کنم. نمیجوری من چیز نکنم. شما باید بگید. درست گفتم. شما باید یعنی شما هم نگید شما نگید نمیدید چه باید خدا درست هم نمیتونیم صحبت کنیم. بابا الان وای دیوونه شدم. چرا یه جوری را هر جوری بود داره رکورد میکنه به خاطر همینه. نه چون که داره رکورد میکنه این وای لگه وگرنه
این رکورد نکنه خیلی عادیه. بریم تو غار رو میریم تو پارت بعد. تو ویدیو باید 5 دقیقه باشه. خب یا هم پیدا کنیم میسورد بسازیم یا هیچی ندارم کار هم نداشته باشه هیچی ندارم. ای خدا این ویدیوش خیلی به درد نخوره. میریم یه چی دیگه. او راستی اینجا آهن ایرانگالوف آهن یه خدا من یه ویدیو آپلود کردم. نه آپلود که نکردم، ویدیو گرفتم بعد ادیتش کردم. بعدش دیگه چی بگم، ادیتش هم کردم بعد دیگه چی بگم، تامنیلم برای زد. گشنمه چی داری بخورم؟ خودتون میخورم آقا. آهن رو پیدا کنیم تمام. آهن رو بگیریم تمامه. خب یعنی ریسکی ترین کاری که من میتونم انجام بدم. تو فقط یه بالا. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله یا علی بمیر اگه 5 رو بدی نون میدم به این ویلجر. چند تا داد بابا؟ 4 داده همونشم خوب ول کن. خب ویلجر هم دید بهتون قراره که چیزی نیست بدم بچه ها. الان ما شیلد داریم دیگه. کلیپرهای عزیز دیگه نمیتونید کار دیگه کنید. بچه ها ویدیو خیلی دیگه بیش از 5 دقیقه شد. الان شد 7 دقیقه. بچه ها ویدیو تمومه و بای پارت 2 رو میذارم. خداحافظ.